نمیبینم ولی میدونم. خدایا بفهمان مرا که بی تو چه میشوم ولی نشانم نده. خدایا هم بفهمان مرا هم نشانم بده که با تو چه خواهم شد. بر اون چه گذشت، بر اون چه شکست، بر اون چه نشد هرگز حسرت نخور. زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز میشد. یک لباس یک بار مصرف به نام بدن و یک زمان کوتاه و تکرار نشدنی به نام زندگی. انسان کوچیک و ضعیف به دنیا میاد، کوچیک و ضعیف از دنیا میره. چطوری تو این فاصله به نظر برسه بستگی به من و شما داره. با سلام به بینندگان عزیز، امیدواریم که تا این ساعت اوقات خوش را پشت سر گذاشته باشین در هر کجای دنیا که هستین. همینطور که میدونین من به نام صمیمی یکی از قهرمانان بازنشسته بدنسازی، داور مسابقات NPC IFBB، یکی از مدیران American PFTA مدرسه مربیگری آمریکایی یا آکادمی World Wide American PFTA که 10 تا مدرک مربیگری صادر میکنن و نماینده قبول میکنن در سراسر دنیا. اگر خواستین قسمتی از این مدرسه مربیگری باشین میتونین تماس بگیرین با ایمیل آدرس من یا همین شماره‌ای که داره زیر صفحه میرین. شماره واتساپ هم هست. نوتریشنیست اند دایتیست فیزیکال تراپی، متخصص تغذیه و ورزش، رو هفته 5 یا 4 جلسه در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر از یعنی سوالی چیزی دارن در رابطه با این مسائل میتونن تماس بگیرن، من در خدمتشون هستم. قبل از اینکه به شروع برنامه برسیم من یه توضیحاتی راجع به این زیر صفحه بدم که لازمه برای همه شما که بدونیم چه خبری نوشته ها چیه. خدمت شما عرض کنم که این نوشته هایی که داره زیر صفحه میره، در درجه اول اون نوشته زرد یه وبسایت توش هست، دکتر مزا skincare.com. این وبسایت جناب دکتر مظاهریه که میتونیم پروداکت رو از طریق اون وبسایت سفارش بدیم. ایمیلی که هست ایمیل بنده است که اگر عزیزانی نمایندگی میخوان از پروداکت های سان پود، مکملات یا همین پروداکت های DSN میتونن با اون ایمیل تماس بگیرن. شماره ای که داره میره شماره استودیو، شماره واتساپ اینجاست جلوی منه. این شماره میتونین پیغام بذارین ولی سوال نکنین که از توی واتساپ جوابتون رو بدم، این اتفاق نخواهد افتاد. سوال اگر دارین تماس بگیریم با شماره زیر صفحه که در خدمتتون هستیم. اون وبسایت قرمزی که زیر صفحه هست sanyonic.com، توی اون وبسایت اگر امروز آماده باشه فکر کنم میتونین برنامه‌های دیدار رو ببینین. اگر آماده باشه، بچه ها فکر کنم آماده کردن، نمیدونم بچه ها آماده کردن یا نه. قرار بود آماده کنن خبر بدن و گفتن امروز، دیروز گفتن، دیشب گفتن امروز که میشه، امروز دبی گفتن آماده میشه. حالا امیدواریم آماده شده باشه. بعد از اون میرسیم به یه اینستاگرام ماسل ورد. ماسل ورد یکی از پروموتورهای اینترنشنال NPC IFBB World Wide که 2 تا مسابقه داره در اطراف ایران، یه دونش در تفلیس گرجستان، یه دونش در کردستان عراقه. این مسابقات افتاد برای سال 2021 که تاریخاش بعد از این 2021 تا آخر 2020 آماده میشه، تاریخاش اعلام میشه که امیدواریم این مسئله کرونا خیلی جا حل شه و بتونن مسابقات انجام شه. بعد میرسیم به اینستاگرام این نونده حقیر که در خدمت شما هستم اینجا، ben_ifbb pro. امیدواریم بچه ها اینو فالو کنن. من چکتون میکنم و اگه فالو نکنین من اینجا میبینم اگه فالو نکنین. آره فالو کنین این اینستاگرامو. بله الان مثلا 15 نفر فالو کرده ولی خب is not enough. فالو کنین که این برنامه ها، که این مسابقات، که این تشکیلات اینا رو ببینین
و استفاده کنین. من تیکه هایی میذارم از خیلی جاها، از فیلم ها، از نمیدونم مسابقات، از سالن مسابقات، از قهرمانان، از که خوبه براتون، دوست دارین مطمئنا. من نمیدونم چرا انقدر دوست دارین این چیزو، این ورزش رو چرا انقدر دوست دارین. این وقتی که یه تیکه میذارین تحریم‌های جدید آمریکا، وزارت خزانه، بله اینا تمام پیغامایی که میاد برای ما. بله این چیزهایی که میاد متاسفانه یک تحلیلگر سیاسی، بله یعنی نزدیک انتخابات شلوغ پلوغ دیگه، همینجوری دارن برای خودشون بله این چه کارهای بدی میکنن توی دنیا، من نمیدونم چرا این کار رو میکنن. طرف میره توی خونه تیراندازی مردان مسلح در دانشگاه کابل. اوکی، دنیا ریخته به هم، شلوغ شده. حالا ما نمیخوایم توی سیاست بریم. این چیزایی که میاد توی این اینستاگرام من به جای اینو فالو کنین. محمد رضای فلانی. بله ما یه بادی بیلدر داشتیم به نام کریک کاواس گنده ترین بادی بیلینگ دنیا بود. این توی کانادا زندگی میکرد، فکر کنم مال چکسلواکی بود. در سن 37 سالگی فوت کرد. خیلی گنده بود، یعنی قدش دوربر 7 فیت 6 و 7 اینجورا بود، قد بلند، بعد هیکل 160-70 کیلو بود، یعنی 330-40 پوند بود. از این کویتی گنده تر و قد بلندتر بود. فوت کرد در سن جوانی به خاطر همین استفاده داروها که تاثیرات روی همه میذاره و روی هر کسی اینو تاثیر میذاره. فوت کرد. اینو من احتمالاً ممکنه فردا یه فیلم ازش داشته باشیم، چاکریم. آره از یه فیلم ازش داشته باشیم بهتون نشون بدم. اینجایی که من میبینم، بذار من اینستاگرام رو تمام کنم. اینستاگرام فالو کنین. زیر برنامه بعد میرسیم به اینستاگرام امریکن پی اف تی. امریکن پی اف تی یک مدرسه مربیگری، آکادمی مربیگری ورلد واید. آکادمی مربیگری ورلد واید. آکادمی مربیگری ورلد واید اگر عزیزان علاقمند باشن که بخوان نمایندگیشو بگیرن، میتونن تماس بگیرن با ایمیل آدرس من. هر جای دنیا باشین میتونین نمایندگی رو بگیرین. لایسنسشو میتونین بخرین برای 25 آپشن داره، یعنی 25 پیشنهاد داره که لایسنس رو هر کدوم شما بخواین، هر نوع لایسنسی رو شما بخواین میتونید لایسنسش رو بخرید. بعد میتونید شما مدرک شاگرد تعلیم بدین و مدرک صادر کنین. البته شما صادر نمیکنین، ما صادر میکنیم، از آمریکا براتون میفرستیم. بعد شما میشین یه ریشه، یه قسمت از این مدرسه مربیگری، میدونین، میشین یه قسمتی و یک کار دومیه براتون. اگر کار اول دارین یا اول هم ندارین، باز میشه کار اول براتون. کار خوبیه، میتونین اینو انجام بدین و نمایندگی گرفتنش راحته. فقط باید ورزشکار باشین یا مربی باشین یا مربی یا ورزشکار دیگه. این مراحل رو بعداً ما براتون میگیم. تو اون تمام فرم قرارداد و اینا همه چیز میاد براتون گفته میشه و خیلی راحته. هم فارسی هم انگلیسی میتونین اونجا این نمایندگی رو باز کنین. نمایندگیش هم آنلاینه، چیزی نیست بخواید برید مغازه باز کنین، بخواید باشگاه بگیرین، بخواید نمیدونم کار دیگه انجام بدین. سرمایه به اون صورت نمیخواد، فقط یه لایسنس فی باید بدین. الان داریم توی اربیل عراق آقای نزار غزالی این نمایندگی رو دارن و میتونن اگر عزیزانی میخوان برن دوره ببینن، 10 تا مدرک صادر میکنن، بخواید برین دوره ببینین، حتی دوره ماساژ هم بخواید برین ببینین، میتونین تماس بگیرین برین اربیل. جای خواب هم بهتون میدن، احتمالا خوراک هم فکر کنم بهتون میدن. البته خوراک چیزی نمیشه، خواب مسئله مهمه. جای خواب خیلی مهمه. آره جای خواب هم بهتون میدن توی این آکادمی نزار غزالی اسپورت سنتر. ایشون جای خواب هم بهتون میده و غذا هم بهتون میده.
مدرکم بهتون میده، دوره هم بهتون یاد میده، دیگه چی میخواین؟ هتله ها، هتل نیست؟ آره هتله، یه هتله، یه چیز خوبیه، اینو میتونید شروع کنین. اونایی هم که بخوان توی هر استان ایران بخوان نمایندگی رو بگیرن خیلی ساده است، کاری اصلا به دلار بالا و پایین نداره، این هیچ اتفاقی نمیفته، جنسی نیست بگی میخرم میذارمش فردا دلار میاد پای ضرر میکنم، یه لایسنس فیه، لایسنس فیه و چیزی هم هزینه هم به اون صورت نه ضرری نداره، بگی تاریخش باطل میشه، نمیدونم بخوام جنس رو وارد کنم نمیتونم از دبی وارد کنم، نمیتونم از کوه ببرم، از این چیزا رو نمیخواد، همه چیز رو کامپیوتر انجام میشه. اگر از این علاقمند بودن نمایندگیشو بگیرن میتونن تماس بگیرن با همون شماره‌ای که زیر صفحه داره میره توی واتساپ، میتونن برای من پیغام بذارن، همین شماره‌ای که داره پخش میشه شماره تلویزیون، شماره واتساپ هم هست، میتونید تماس بگیرید. و اما اینستاگرام فیسبوک بعدی که زیر صفحه هست یه علامت دایره است، یه اف سفید وسطش، اون علامت فیسبوک، اونم فیسبوک منه، میتونین فالو کنین. بعد میرسیم به یه شماره‌ای که زیر نوشته Order from Dubai. Order from Dubai، آقای پوریا نماینده دبی هستن ایشون و میتونین پروداکت‌های دیسن رو از ایشون سفارش بدین. الو سلام. الو عزیز، صدای تلویزیون رو کم کنین که صداتون بیاد. اگر صدای تلویزیون باز باشه صدای من دیلی داره، نمیشنوین. صدای تلویزیون رو لطفاً کم کنین. هر عزیزانی که میان روی خط، من سلام ملام علیکم خسته نباشی اینا رو نمیخوام، فقط خدا قوت سوالم، خدا قوت سوال. خدا قوت یه کلمه پرقدرتیه، کلمات قدرت داره، کلمات میتونه استرس انسان رو ببره بالا، میتونه استرس انسان رو بیاره پایین، میتونه ریلکس کنه، میتونی با کلمات به قول معروف دنیا رو چه بهش میگن، دنیا رو آرام کنی با کلمات. شما حساب کنید 2 نفر که دعواشون میشه توی خیابون، یه فوش میدن، یه فوش خیلی بد و استرس آوره، طرف سعی میکنه یه فوش از اون بدتر بده، یعنی استرس دوتا بالا میره، طوری میره که مثل خروج جنگی میفتن جون همون، دعوا و کتککاری میشه. البته این اتفاق توی میدلیست بیشتر میفته، توی آمریکا فقط دعواها لفظیه، خیلی کم اتفاق میفته، اگرم دعوا بشه یه اسلحه میکشن هم دیگه رو میکشن، اونجوریه. کتککاری و چاقو کشی نمیشه اینجا حد اکثرش مثلا اون تو اتفاقی بیفته طرف خیال خودش راحت بکنه، یه اسلحه میکشه میذاره میکشه طرفو میره. ولی خب اینا رو ما برای جوک میگیم برای شما، امیدواریم این اتفاقات نیفته. بینندگان ما همه آرامن، با ادب و احترام میشه همه چیزو خرید، با ادب و احترام، کلماتی که ادب توش باشه، کلماتی که احترام توش باشه، شما میتونی همه چیزو بخری. این خیلی مسئله مهمیه که انسان چه کلماتی از این ویترینی که بهش میگن دهان، این دهان انسان ویترین انسانه. شما وقتی که میرین توی خیابون، یه خیابونی که میرین مغازاش خوشگله، ویتریناش قشنگه، سعی میکنین بیشتر نگاه کنین، به خاطر که ویترینا زیباست. چیدن ویترین یه هنره، صحبت کردن انسانم، دهان انسانم ویترین انسانه. انسان هر چقدر کلمات قشنگ از دهانش بیاد بیرون، طرفدار زیاد پیدا میکنه، مخاطب بیشتر پیدا میکنه، انسان‌ها بیشتر دوست دارن که به صحبتاش گوش بدن. ولی حساب کنید شما تو خیابان داری میری، یه نفر شروع میکنه حرفای دریوری گفتن و حرفای بد میزنه، شما دوست داری گوش بدی؟ هیچ کس دوست نداره گوش بده، همه فرار میکنن. ولی میرین میبینین یه نفر داره حرفای قشنگ میزنه، چه حرفاش دلنشینه، چه حرفاش مؤدبانه، چه حرفاش منطقیه، همه جمع میشن دورش گوش بدن ببینن چه خبره. این ویترین رو حواستون جمع باشه، ویترینتون رو همیشه تمیز و مرتب نگه دارین. یعنی سعی کنین اگر کلمه گفتن، حرف زدن خیلی راحته، صحبتی که از دهان بیرون آمد نمیتونی دیگه برش گردونی. پس سعی کنین حرفای قشنگ بزنین، صحبتای خوب بکنین، سوالای قشنگ بکنین که به دل همه بشینه. الان عزیزانی که زنگ میزنن تو این برنامه، تو این تلویزیون، یه صحبت‌ها، یه سوالایی بکنین که به درد همه بخوره. من چرا میگم به واتساپ من جواب شما رو توی واتساپ نمیدم؟ به خاطر اینکه اولا وقت میخواد بشینی یکی یکی به این سوالات جواب بدی، دوما اینکه
یه سوال شما ممکنه جوابش به خیلی کمک کنه. مثلا امروز ما میخوایم بهتون نشون بدیم که 15 تا غذا میتونه کلسترول رو پایین بیاره. اینو بهتر همیشه همه بشینه نگاه کنن، چون خیلی مسئله مهمیه. مطمئنم خیلی از بینندگان ما کلسترول دارن، قند دارن، نمیدونم. قند و کلسترول دو تا ساین بیماری نیست. قند و کلسترول 98% از انسان ها میتونن با رژیم غذایی و ورزش اینو کم کنن. اگر شما نتونی کم کنی مطمئنا یه مشکلی هست. خب امروز اونو براتون داریم. دیگه براتون چی داریم؟ اگر عزیزان برنامه رو میبینن یه تماس بگیرن ببینید صدا و تصویر چطوره. اگر هم دوست ندارن، سوالی ندارن، حداقل یه تماس بگیرن بگن آقا تصویر خوبه، من سوال ندارم ولی میخوام بگم تصویر خوبه یا عالیه. یه همچین چیزایی به ما بگن که ما دلمون خوش بشه، بدونیم بیننده‌های ما رو دوست دارن. اگر اینطوری نباشه ما نمیتونیم برنامه رو ادامه بدیم. برنامه رو برای چی ادامه بدیم وقت خودمون رو بی خودی بزنیم اینجا برای شما؟ نظرتون چیه؟ امروز 2 تا برنامه براتون داریم. 2 تا آره، یه دونه برای اینکه 15 تا غذا کلسترول رو کم میکنه. اینو قشنگ نگاه کنین، فیلم ازش بگیرین، نمیدونم هر کاری دوست دارین بکنین دیگه، ضبطش کنین. برنامه 3 بار تکرار میشه. خیلی از عزیزان از من میپرسن که برنامه فرکانس تلویزیون 11345 27500 شرقی و 7 بی، این فرکانس روی یاترست پخش میشه و برنامه 3 بار تکرار میشه. دکتر برنامه هاش دکتریه دیگه. دکترها وقتی که چیز میشن دیگه کم پیدا میشن، وقتی میرن بالای بالا کم پیدا میشن، کمیاب میشن. 2 روز برنامه داره، یه شنبه و یه شنبه ایشون برنامه داره. احتمالاً ممکنه منم باشم. اگر وقت این نیستم، این شنبه نیستم، این شنبه مسابقه داریم توی هانیتون بیچ کالیفرنیا به نام وست کوست کلاسیک. من اونجا داور هستم، نیستم این شنبه با ایشون، ولی براتون یه تیکای فیلمایی میگیرم میذارم. حالا مثل تقریبا 2 هفته پیش بود، آره دیگه 2 هفته پیش بود که رینوی نوادا بودم، براتون فیلم گرفتم گذاشتم. فیلمایی که میگیرم براتون میذارم دیگه گلایه نکنین، به خاطر که من اونجا داورم. من فیلم بردار که نیستم بشینم اونجا فیلم بگیرم. من اونجا باید بشینم قضاوت کنم روی بدن دیگران، نه بشینم فیلم ازشون بگیرم میارم. یکی میگه آقا فیلم کج بود، بلد نبودی دوربین و این تلفنت رو راست بگیری. نه بلد نبودم، به خاطر اینکه انسان نمیتونه در یه زمان 2 تا کار انجام بده. anyways من خطا رو باز میذارم. اگر عزیزان سوالی چیزی دارن میتونن تماس بگیرن با این شماره. الان حدود ما 20 تا میسکال داریم، یعنی 20 نفر تا الان زنگ زدن به این برنامه که موفق نشدن. بله موفق نشدن بیان روی خط. من الان خطا رو باز میذارم که موفق بشن. از اروپا هم یه تلفن داریم، از فکر کنم هلنده. ایرانی هلند زیاده. توی هلند ایرانی ها ماشاءالله همه جا هستن. ما ایرانی ها همه جا هستیم. بله 31 اکتبر اونو هیچی. بله امروز ما 20 تا میسکال داریم. این 20 تا میسکال الان من تلفن ها رو باز میذارم. اگر سوالی چیزی دارید میتونید تماس بگیرید. یه دوستی برای من پیغام گذاشته بود که من این پیغام مجبورم جواب بدم. توی اینستاگرام نوشته بود که من برنامه پلنگو 14 روز رفتم هیچ نتیجه‌ای ندیدم. ببین نتیجه دیدین. شما اگر دور کمرتون اندازه بگیرین، اگر وزنتون رو اندازه بگیرین صبحای زود قبل از صبحانه، میبینین که چقدر تاثیر گذاشته، میبینین که چقدر کم کردین. بعد بستگی به حجم و اون وزن و قدتون داره. شما اگه میخواین پلنگ رو انجام بدین و هیچ رژیم غذایی نگیرین، آب تو هون کوبیدنه. آب رو ریختین توی هونگ و میکوبین، فکر میکنین این آب کوبیده میشه. نه برجت این اتفاقات نمیفته. باید یکم جدیتر مسئله رو بگیرین، یکم به قول معروف بیشتر انجامش بدین، زمان رو بیشتر کنین. اون برنامه‌ای که من انداختم اونجا، روی اون برنامه اگه برین 100% نتیجه میبینین.
100%. بچت بریم چیز رو ببینیم ها. چی میخواستیم؟ غذایی که کلسترول رو 15 تا غذاست کلسترول رو میاره پایین. اگر آماده باشیم بریم با هم ببینیم این درست خودش. تا حالا شده که عکسای الانتون رو با چند سال پیش مقایسه کنید؟ با این کار متوجه میشید که زمان چقدر زود میگذره. سلول‌های بدن با گذر زمان پیر میشن و اولین نشانه‌های پیری در پوست ظاهر میشه. ما میخوایم محصولی رو بهتون معرفی کنیم که چین و چروک رو فوراً رفع میکنه و جوانی و شادابی رو به پوستتون میده. بله، معرفی میکنیم محصولات آرایشی و بهداشتی دکتر مظاهری. سرم زیر چشم. این کرم تیرگی زیر چشم و ورم اطراف چشم و چروک‌های زیر چشم رو از بین میبره و از افتادگی پوست پیشگیری میکنه و برای تمام صورت مفید و موثره. کرم ضد چروک. کرم ضد چروک باعث ترمیم چروک‌های پوست ناشی از کولت سن و آسیب‌های طبیعی است و باعث بازگشت به حالت اولیه پوست و ضد پیری پوست میباشد و شادابی و تراوت را به پوست شما میبخشد. روغن ویتامین ای. روغن ویتامین ای دارای ویتامین های ای و اف و گیاه آلوورا و روغن هجوبا است که باعث جوانسازی پوست، سلول سازی و زنده نگه داشتن سلول های زیر پوست می شود. لایت کرم. این کرم روشن کننده، شفاف کننده، ضد لک و کک و لیفتینگ صورت است و دیگر نیازی به استفاده از ضد آفتاب نیست. دی کرم. دی کرم یک آبرسان قوی است.
صورت را بشاش کرده به جذب رطوبت کمک می‌کنند و شادابی پوست را در مقابل اشعه زیانبار ایکس حفظ می‌کنند. همین حالا میتونید با شماره زیر تماس بگیرید و محصولات دکتر مظاهری رو سفارش بدین. محصولات آرایشی و بهداشتی دکتر مظاهری کاملا گیاهی بوده و هیچگونه عوارضی ندارد. Hello, I'm Sylvia. I'm the sales manager for NutriPro in the United States, and we have the perfect gift for you just for the holidays. We launched not too long ago the brand new Whey Isolate, which is amazing for any athlete and also any active person who is working out and who is taking care of their body. So basically, if you are interested in losing weight and gaining lean muscle, definitely reach out to Fala Alliance in Erbil, Iraq. And also you can find him if you go on www.nutricpro.com. So once again, reach out to Fala Alliance in Erbil, Iraq, and the website is www.nutricpro.com, and get your hands on this amazing product. Happy holidays. با استفاده از محصولات دکتر مورتون مظاهری جذابیت شما آنقدر بالا می رود که آقایان خودشان را در قفسی بسته حس می کنند. پس با استفاده از این محصولات به جذابیت خود تا می توانید اضافه کنید. محصولات دکتر مظاهری. مژده به عمده فروشان مکملات ورزشی و غذایی در سراسر دنیا، مخصوصا ایران، دبی و کردستان. شرکت سان با بیش از 20 سال سابقه تولید مکملات غذایی و ورزشی از جمله پودرهای 100% طبیعی پروتئین و امینو اسیدها و ویتامین ها و مواد معدنی با انتخاب بسته‌بندی های شما در قوطی های 1 کیلویی، 2 کیلو نیمی و نیم کیلویی و همچنین کیسه های 5 کیلویی آماده سفارشات شما می باشد. برای اطلاعات بیشتر می توانید با ایمیل آدرس و شماره تلفنی که در این آگهی درج شده تماس بگیرید. مربی بدنسازی شوید با یک درآمد بالا. مدرسه PFT بهترین انتخاب است. با کادری آماده در خدمت شماست. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن این آگهی تماس حاصل فرمایید. In this world I'm suffocated. توجه دیگر نیازی نیست از دردهای مفاصل و استخوان درد رنج ببرید. با استفاده از محصول درسن می توانید با دردهای آرتروز، قند خون، کبد چرب و همچنین کلسترول خداحافظی کنید. محصولی 100% طبیعی. برای اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی در کشورهای مختلف می توانید با شماره تلفن‌های 310 292 5885 و 310 913 5637 تماس بگیرید.
مژده دیگر نیازی نیست که ماهانه زیادی را به باشگاه‌ها و مربی‌های بدنسازی پرداخت کنید. با سانرکس می توانید یک باشگاه کامل را در منزل خود داشته باشید. سانرکس قادر با بیش از 70 حرکت ورزشی می باشد. بدنی سالم و هیکلی مناسب با سانرکس. برای سفارشات با تلفن هایی که در این آگهی درج شده تماس حاصل فرمایید. فقط سانرکس، یک باشگاه کامل. خب دوستان عزیز، آگهی ها رو دیدیم. برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم. خطا رو باز میذاریم. تو این فاصله من به یه سری خطا جواب دادم. اگر از این سوالی چیزی دارن در رابطه با خودشون، فیزیک بدنشون، انتخاب چه رشته‌ای توی این ورزش فیتنس، بعضی اصلا متاسفانه کاتگوری یا رشتهشون رو اشتباه انتخاب میکنن. مثلا فیزیکش برای کلاسیک میره مثلا برای بادی بیلینگ، یا مثلا بادی بیلینگی میره مثلا فیزیک شرکت میکنه. اینو اگر از اول با یه متخصص صحبت کنی و تشخیص بده که شما تو چه رشته‌ای بهتر میتونی پیشرفت کنی، خیلی خوبه. الو سلام. سلام آقا بینم، شما خوبین؟ مرسی، شما چطوری؟ مرسی، خیلی ممنون تلفن رو جواب دادین. آخه مرسی عزیزم، این برنامه برای شماست. خیلی خوشحال شدم. این برنامه من از هلند دارم زنگ میزنم. از هلند. صدا و تصویر چطوره عزیزم؟ خوبه یا عالیه؟ عالیه. اوکی. بگی ببینم قد وزنتون چقدر شما؟ من 163 سانتیمتر هستم. تو هلند سانتیمتر میجر میکنیم. بله. هم وزنم فکر کنم با کوارنتین الان شده 130. 66 کیلو؟ تقریبا 54 کیلو. خب دختر خیلی خوشگلی هستی، خوشهیکلی هستی، خیلی خوش به حال بابا. خوش به حال بابا مامانت. آره. ولی یه مشکل کوچیک دارم. اینم فکر کنم این یه 3 سال پیش شروع شده. تو سرما وقتی مثلا اینجا داره الان سرد میشه، امروز برف اومده، وقتی میرم بیرون زانوم یه ذره درد میگیره تو وینتر تایم. فقط توی سرما؟ فقط تو سرما؟ بله تو سرما. سگ دارم 3 بار در روز میبرمش بیرون، ولی زانوام تیر میکشه تو سرما. ببین عزیزم، یه مچبنده هست کشیه. بله. مشبنده کشیه کلفت هم از توش یه چیز داره، توش تقریبا مثل اسفنج ماند، مثل پشمیشه توش داره. از اونا بکش روی زانود، یا از یه دونه از این جورابای بلندم مثل پیپی لنگستقام، یادتونه پیپی لنگستقام؟ آره از اون جورابای پیپی اونی که از زانو میاد بالا. آفرین، جورابای تا زانو میاد. اون زانوتون با زانو گرم نگه دارین. آره. این خوبه. خیلی خوشحالم که یه مشکل کوچیکی داری شما. مشکل بزرگ نبود. میخواستم مشکل کوچیک بمونه، نمیخواستم سنم بره بالا بدتر بشه. آخه میدونم هنوز جوان هستم، کلسیم بخورم، ولی میخواستم ببینم یه چیزی هست که ساپلمنت بخورم که آره یه ساپلمان 2 تا ساپلمان داریم. نمیدونم اگر بشه براتون فرستاد. من خیلی دوست دارم. من خودم وقتی که دستم مچم درد میگیره، زانوم درد میگیره، از این میخورم خیلی خوب میشه. بهش میگن پین تراپی. پین تراپی رو میتونین از دبی سفارش بدین از شماره زیر صفحه که هست، یا میتونین برای من ایمیل بدین، من براتون میفرستم. برای من ایمیل بدین، من براتون میفرستم. اینم فکر کنم مامان بابانم میتونن هم بخورن، هممون بخوریم. آره این چیزی هست برای همه میشه استفادهش کرد. حالا ایمیل بدین به من بعد از برنامه، من براتون توضیح میدم که چطوری میتونین اینو چیز کنین. مرسی، خیلی خیلی ممنونم. پس من این شماره زیر زنگ بزنم یا ایمیل براتون بزنم؟ هر کدوم راحت هستین. ببین هر کدوم راحت هستین تماس بگیرین. اگر با شماره زیرم تماس بگیرین آقای پوریا براتون از دبی فکر کنم بتونه بفرسته. از دبی به هلند یا از آمریکا به هلند تقریبا فاصله یکیه.
فرقی نمیکنه. میدونین؟ ولی هلند یه کشور خوبیه، هیچ ممنوعیتی نداره برای اینا. ما دانمارک فرستادیم، دانمارک نمیذارن چیزی بره تو داخل. حالا یکی دوتا مشکل نداره، ولی مثلا یه جعبه بفرستی دانمارک نمیذاره. دانمارکیا دوست ندارن، دانمارکیا آلمانیا دوست ندارن پروداکت از آمریکا تو یوروپ آخه یوروپیان یونین هلت اند رگولیشنشون خیلی اسپسیفیک هست. بله خیلی سخته. آره سعی میکنم مثلا یکی یا دو تا بخرم پس. آره اشکال نداره، من براتون تماس بگیریم براتون میفرستم. مرسی خیلی خوشحال شدم. بعد ببینید چیزی که یه کاری دیگه هم که هوا تو لس آنجلس چجوریه؟ هوا خوبه، هوا یکم فاگی ابریه. اوکی. آره ببین شما حتما یه چیز میگم درست کنین بخورین که خیلی کمکتون میکنه. من اتفاقا خودم دیروز درست کردم. نوتریبالیک میدونی چیه؟ نوتریبالیک بله. دارین خونه نوتریبالیک یا وایتام؟ یکی مثل اون داریم بله. آره ببینید 100 گرم برای یه ماهت میتونی درست کنی. 100 گرم سیر با 100 گرم فرش جینجر زنجفیل تازه با 3 تا از این لیموهای زرد هست، آبشون رو قشنگ میگیری، همه رو با هم میریزی تو نوتریبالیک، میشه مثل ماست. اوکی؟ وقتی شد مثل ماست میریزی توی کانتینر، میذاری توی یخچال. صبح از خواب که پا میشی قبل از اینکه چیزی بخوری یه لیوان آب میخوری صبح. بعد یه چند دقیقه بعد 5 دقیقه بعد میری از اون یه قاشق چایخوری از اون معجونی که درست کردی میذاری رو زبان، یه نصف لیوان آب میخوری روش. اینو اگه هر روز انجام بدی امکان نداره بیمار شی، مخصوصا سرماخوردگی، مخصوصا این درد زانو، اینا همه رو رفع میکنه. اینو حتما درست کنین. اگر از هم علاقمند هستن دارن گوش میدن به این برنامه، مشکل این دختر خانمو دارن، میتونن این معجون رو درست کنن که خیلی کمکشون میکنه و سیستم ایمنی هم قوی میکنه. شما سیر و جینجر و پیاز رو بذارین بیرون از توی آشپزخونه، 1 ماه بذارینش، هیچ پشه‌ای دور اینا نمیره. چرا؟ به خاطر اونا ضد باکتریان، ضد ویروسن. ولی شما یه دونه سیب درختی یا یه دونه موز رو بذارین کنار، بذارین یکم فاصله دار، بعد از چند روز میبینید چقدر پشه و گندیدگی جمع شده روی این سیب و موز. ولی روی سیر و پیاز به هیچ عنوان، سیر و پیاز و جینجر به هیچ عنوان مگس نمیره، پشه نمیره، به خاطر اینکه ضد باکتری هست. اینه که توی بدن هم دقیقا این کارو میکنه. این سیر و پیاز و جینجر ضد باکتری های توی بدن هستن. درست. آره. اوکی دخترم. ببخشید من اینو می‌خواستم بپرسم، گفتین گارلیک، جینجر و یه چیزی. ببین 100 گرم، حالا میتونی 50 گرم بریزی، ولی 50 گرم گارلیک پوست گرفته تمیز، 50 گرم گارلیک پوست گرفته رو میتونین از بیرون بخرین. دیگه نمیشینن گارلیک رو پوست بگیرن، because خیلی طول میکشه گارلیک رو بخوای پوست بگیری. گارلیک هم اگه خواستی زمانی پوستار بود پوست بگیری، بریزش توی آب گرم، یه روز تو آب گرم بمونه، پوستا ازش جدا میشن خودشون. یه دست میزنی پوستا جدا میشن. بریز توی آب گرم، یکم گارلیک خشکو بریز تو آب گرم، اینطوری این چیپتره. ولی اگه وقت نداری، اینا معمولا کار مامان بزرگا بود، این کارو میکردن تو ایران. سیر رو من وقت دارم، از خونه دارم کار میکنم. آره سیر رو خشکو بگیر، قشنگ جداش کن همه رو، بریزش توی کانتینر، آب گرم بریز روش، بذارش باشه، 1 روز 2 روز بذار باشه، نگاه میکنی بعد میبینی با دست میتونی پوستا رو بکنی. بعد قشنگ وقتی که در آوردیش میریزش روی نپکین، میریزی رو نپکین که خشکشن. وقتی خشک شد میریزش توی کانتینر میذاری یخچال. ولی اگر خشک نشده بریزش تو کانتینر بذاری توی یخچال، همش کپک میزنه، خراب میشه. آره 50 گرم گارلیک یا سیر تازه، 50 گرم جینجر خرد میکنی، قشنگ همه رو با چاقو خرد میکنی، با 2 تا از این لیمو آبشو میگیری. اگه دیدی 2 تا 3 تا یا 3 تا از این لیمو زردا آبشو میگیری، آبشو قشنگ میگیری، با هم میریزی توی اون نوتریبالیک، میذاری میچرخه، همش میشه مثل ماست. خب
بعد صبح به صبح حتما صبح به صبح مصرف کن. برای تمام باکتری تو معده رو میکشه. ولی اگر بخوای اون یه لیوان آب و صبح که از خواب پا میشی نخوری، اول اونو بخوری، این معجونه رو بخوری، یکم معده درد میگیره، به خاطر اینکه معده خالیه، این شروع میکنه با تو معده رو تمیز کردن، آدم یکم احساس درد میکنه. ولی آبو حتما بخور قبل از اینکه وقتی که خواب بیدار میشی حتما یه لیوان آبو بخور. بعد شروع کن اون چیزا رو مصرف کن، این معجونه رو مصرف کن. اینم میذاره یخچال. اینم فکر کنم برای کرونا خیلی خوب باشه. برای کرونا خیلی سیستم ایمنی قوی میکنه. من خودم هر روز صبح از اون مصرف میکنم، هر روز صبح. اتفاقا دیروز تموم شد، سیر و چیزو باز مخلوط کردم با آب لیمو هم گرفتم تو شیشه، از این لیمو زردا گرفتم، یک گونی گرفتم، آبشو با دستگاه گرفتم ریختم تو شیشه گذاشتم یخچال. آره. الان این آبی که اینجا میبینین با آب لیمو قاطیه. این آبه. باشه. آره. اوکی دخترم، سوالی دیگه نداری؟ نه مرسی، خیلی ممنون از برنامه‌های خوبتون. از وقتتون، هم شوتون رو خیلی دوست دارم، خیلی هم برای مامان و بابام، چون که انگلیسیشون و هلندیشون خیلی قوی نیست، چیزای فارسی دوست دارم نگاه کنم، برای خیلی خوبه. مرسی برای همراهتون. به مامان و بابات از قول من خیلی سلام برسان. بگو بهنام گفته I love you all. مرسی. اوکی دخترم؟ مرسی. اوکی عزیزم، مرسی. خداحافظ. بای. الو سلام. الو سلام عزیزم، صدای تلویزیون اگه ببندی من خیلی قشنگتر صداتو میشنوم. آقا بهنام خوبی؟ شما چطورین؟ ببین صدای تلویزیونت بازه، صدا میپیچه. این میگن یه فیلمی نشون دادیم راجع به یه مردمی که یه چهارم هندونه و اینا، میخواستم یه بار دیگه اونو پخش کنیم برام. یه بار دیگه برات پخش کنیم؟ همین الان برات پخش میکنم. همین الان. میدونی کدومو میگم آقا؟ بله، مثل وایگرا. امروز میخوام وایگرای طبیعی بهتون نشون بدیم که چطوری درست کنین بتونه باعث خوشحالی هر دوی شما توی اتاق خواب باشه. 1/4 هندوونه رو میارین قارچ میکنین، 2 تا لیمو، 2 تا هویج، 4 برگ کاهو و 10 دونه توت فرنگی و 2 قاشق عسل طبیعی. اینا همه رو میریزین توی میکسر و میکس میکنین. بعد از میکس کردن میخورین و پرواز میکنین توی اتاق خواب. موفق باشین. امروز میخوام وایگرای طبیعی بهتون نشون بدیم که چطوری درست کنین بتونه باعث خوشحالی هر دوی شما توی اتاق خواب باشه. 1/4 هندوونه رو میارین قارچ میکنین، 2 تا لیمو، 2 تا هویج، 4 برگ کاهو و 10 دونه توت فرنگی و 2 قاشق عسل طبیعی. اینا همه رو میریزین توی میکسر و میکس میکنین. بعد از میکس کردن میخورین و پرواز میکنین توی اتاق خواب. موفق باشین. امروز میخوام وایگرا. خب اینم برای این دوست عزیزمون که یک به قول معروف وایگرای طبیعی درست کنن که توی اتاق خواب بتونن پرواز کنن. فقط پنجره رو ببندین، پرواز نکنین، از پنجره برین بیرون. آره اینم از این. و ما 10 دقیقه دیگه بیشتر در خدمتتون نیستیم، وقت برنامه‌مون زیاد نیست. این برنامه 3 بار تکرار میشه، 11 شب، 1 ظهر و 5 عصر.
به وقت ایران. توجه داشته باشین 11 شب، 1 ظهر، 5 عصر به وقت ایران. من خطا رو باز میذارم، اگر عزیزانی سوالی چیزی دارن در خدمتشون هستیم. من ازتون تقاضا میکنم به همینطوری که داریم میبینین این سوالا رو به قول چیزی سوالی غلط نیست، جوابا ممکنه غلط باشه. بله به جای اینکه این همه پیغام بدین میتونین تماس بگیرین با این خط. تماس هم مجانیه و از واتساپ پولی نیست. یه فیلم من میخواستم بهتون نشون بدم که تمام 10 تا از بزرگترین، ولی چیز زیاده نمیرسیم امروز نشون بدیم، من فردا بهتون نشون میدم. 10 تا از گنده ترین بادی بیلدینگ های دنیا. این 10 تا رو من براتون فردا بهتون نشون میدم. امروز فکر میکنم وقت داشته باشیم بهتون نشونش بدیم. الو سلام. الو الو. بله از واتساپ که تماس میگیرین اینترنتتون به یه جایی باشه که اینترنت سیگنالش خوب باشه. اگر سیگنال ضعیف باشه خب شما بهتر از من میتونید نمیگیره متاسفانه. بله الو الو. قطع شدی عزیز. آره عزیزانی که علاقمند هستن اگر سوالی چیزی دارن میتونن تماس بگیرن. الو الو. علی سلام آقا بنها. سلام حال شما؟ قربان شما خوب هستی؟ مرسی. از کجا از تهران زنگ میزنین؟ بله صداتون چقدر آشناست. زنگ دادم خدمتتون. اوکی من در خدمتتونم. بله آقا بنها من یه خانم 60 ساله هستم. 60 سال؟ حدود 2 ماه من به خاطر اینکه یه سنگینی بلند کردم الان گردنم و کفم اینا همه درگیره، خیلی هم درد میکنه، مسکنم که میخورم اصلا تاثیری نداره. میخواستم ببینم شما چه راهنمایی میکنی منو؟ کجای گردنتونه چه چیزی بلند کردین که گردن اینجوری شده؟ یه بار 12 کیلویی حدود 500 متر من با خودم آوردم. از اون موقع به این بر همینجوری گردنم و کتفم درد میکنه. گردنتون و کتفتون. این احتمالاً کتفتون دردش بیشتره، این درد پخش میکنه میره توی گردن. بله بیشتره. این احتمالاً از اول دردش سمت دست چپم بود، بعد الان به دست راستم این درد ریخته. یه خود همچین به قول خودم انگار گردش هم داره این درد دائم. نه اون ببین درد وقتی که شما یه شیئی رو بلند میکنین، یه جسمی رو بلند میکنین، خب اون تاندم اون طرف اگر با استرس بلند کنین، استرس منتقلش میده اینور، جابجاش میکنه. یه روز اینور درد داره یه روز اونور درد داره. اگر با استرس نباشه فقط تاندم باشه همون یه طرفه، احتمالاً این استرس داره با شما یکم با الان چپم ریخته به طرف کتف راستم به دستم. چند روزه الان؟ اصلا این تاثیری نداره. چند روزه؟ الان حدود تقریبا 40-50 روزه. خیلیه که چرا انقدر صبر کردین؟ چرا زودتر زنگ نزدین به من؟ چون تا 2-3 روز کهنه باشه. داروهای مسکنم میخورم هیچ تاثیری نه خب ببین مسکن اسمش ببینید مسکن اسمش با خودشه. مسکن یعنی فقط تسکین میده، درد رو از بین نمیبره. تسکینم نمیده آقا بهنام. ولی این درد رو شما دائما دارین. این نیست بگی شب بیشتر میشه، نه شب بیشتر نمیشه. شب به خاطری که تمام بدن ریلکس، فعالیت نمیکنه، تکون نمیخوره، درد رو بیشتر حس میکنین. ولی توی روز درد رو کم حس میکنین به خاطر اینکه بدن داره حرکت میکنه، گردش خون بالاست، درد رو حس نمیکنین. ممکنه خیلی کمتر از شب باشه.
حالا کاری که شما میتونین انجام بدین، 2 کار ما میتونیم انجام بدیم با این چیز. 2 کار با شاید بگم با اگر این پودر پین تراپی اگر اینجا در دسترستون بود، این یه گزینه خیلی خوبی، این خیلی کمکتون میکنه و از بین میبره. چون خود من وقتی که وزنه بلند میکنم، کاری میکنم، دردی میاد توی مچ دستم، توی زانو، برجت منم همسن شما هستم دیگه، این پودره شب به شب 2 تا پیمانش 2 گرمه، 2 گرمش میریزم تو آب میخورم، فردا صبح از درد خبری نیست. اگر اینو بتونین از آقای پوریا سفارش بدین خیلی کمکتون میکنه. این یکی. دوم این که میتونین اون قسمت رو شما برنج دمی، میدونین برنج دمی چیه؟ خانم و خانودار هستین دیگه. برنج دم کنین، آبشو بیرون نریزین، دم کنین، برنج صاف کرده نباشه. برنج دمی رو بریزین توی حوله، خب یه حوله نازک که گرماش نسوزونه، طوری باشه که گرماش نسوزونه، بذارین توی اون قسمت رو تمیز بشورین، تمیز کنین با آب گرم یا با روشور، با هر چی که این راه روزنه پوست بتون نفس بکشه، این نشاسته برنج رو بکشه تو. نشاسته است که این کار رو انجام میده و این درد رو خوب میکنه. اینو یه هفته انجام بدین. اون برنجی که گرم میکنین میذارین تا 3 بار میتونین تو میکروویو گرمش کنین. بعد از 3 بار دیگه 15 دقیقه 15 دقیقه بذارین روش. هر 15 دقیقه 15 که چیز شد تموم شد باز بذارین روش. 3 روز این کار رو انجام بدین. ورزش نداره؟ نه اصلا شما اصلا ورزش نباید براش بکنین. ورزش الان ورزش نباید بکنین. فعلا درد رو خوب کنین، بعداً میتونین ورزش‌های کششی انجام بدین. ورزش کششی یعنی الان با این دردی که داره مثلا یه نرمشی چیزی خاصی نداره؟ ببینید شما نرمشش فقط استرچ، یعنی کششی انجام بدین. من الان جلو دستم نیست اینجا بخوام بهتون نشون بدم، وسایل همه تو باشگاه است، هیچ چیزی جلو دستم اینجا نیست. با یه چوب بهنام گردنمو از روی تخت آویزون کنم براش بده؟ آخه من نمیدونم کجاش درد میکنه. چون آخه این کارو میکنم خیلی شدید درد میگیره. آویزون میکنین گردنتونو؟ بله خیلی شدید بیشتر درد میگیره. شما این برنج رو انجام بدین، فعلا بدترش نکنین، کارای سر خود نکنین، تا این برنج رو بذارین روش انجام بدین. 4 روز این کار رو با برنج انجام بدین. اگر دیدین خوب نشد میریم سراغ زردچوبه و عسل و روغن زیتون. بعد یک بار انجام بدم آقا بهنام؟ جانم؟ روزی 1 بار انجام بدم؟ نه ببینید شما در روز 3 تا 3 بار انجام بدین. 3 تا 15 دقیقه دقیقاً بذارین روش بمونه. خب بذارین بمونه یا بدین شوهرتون بچه‌تون با یه شالم ببندش که خیالتون راحت باشه لیز نمیخوره بره جای دیگه. تو اون منطقه فشار میاره و گرما رو تو اون منطقه نشاسته رو میکشه تو. اوکی؟ اینو یه هفته انجام بدین. هفته دیگه زنگ بزنین به من ببینیم چه خبره. بعد اگر چیز نشد میریم سراغ زردچوبه و عسل و روغن زیتون. با اون اگر با اون خوب نشه با اون 100% خوب میشه. اوکی؟ این بیمارستانام آلوده هستن. نه ببین از طریق طبیعی چیز کردن، چون چیز همچی شکستگی چیزی نیست که بخواین کاردون به اونجا بکشه. الان برین تو ام‌آرآی چیزی نشون نمیده اونو. کشیدگی تاندوم یا کشیدگی فایبرها رو توی چیز نشون نمیده. دکتر هم میری یه مسکن مینویسه بهتون میده، میگه برین اینو بخورین تا آرام شه. ولی خب اونم که آرامتون نمیکنه. برنامه رو نگاه کنین هر روز و به دوستاتون آشناهاتون هم بگین که اینجوریه جریان. من توی این اینستاگرام نمیدونم شما مطمئنا اینستاگرامی نیستی، میگن اینستاگرام ها مال جووناست. اینستاگرام نداری نه؟ نه. آره اینستاگرام میگه تو ایران میگن مال جووناست. برجد هستن ولی من بسش حوصله ندارم. آخه ببین باید اگر شما یک به قول معروف زمینه‌ای نداشته باشی، بیزنسی نداشته باشی، چیزی نداشته باشی تو جامعه، نیاز نداری. اینستاگرام آدم میخواد چیکار کنه؟ اینستاگرام خیلی‌ها میگیرن میرن مثلا فضولی میکنن. مثال میگیم اینستاگرام مثلا من یه عکس میذارم. من عکس میذارم، شما
مثل تو خیابون، شما یه تو خیابون پهلوی را میری، یه سری مغازه‌ها رو دوست داری نگاه میکنی، یه سری دوست نداری رد میشی میری. نمیری به مغازه دار بگی آقا من این مغازه رو دوست ندارم، ویترینت خیلی آشغاله. همچین چیزی کسی انجام نمیده. یا بره بگه آقا ویترینت خیلی قشنگه، خیلی خوب چیدین. این دو چیز انسان، این اینستاگرام دقیقاً شبیه اینه. وقتی که هر کسی یه عکسی میذاره، شما میای مثلا عبور میکنی نگاه میکنی، اگه دوست داشتی یه لایک میزنی روش دوست دارم، دوست نداشتی میری دیگه، نظر نمیدی که بگی آقا این چیه، این چه وضعشه، از این چیزا نذارین، یه چیز بهتری بذارین. این حالت همون مغازه رو داره که آدم بره نظر بده به مغازه دار، اینه بگه مغازه دار 4 تا حرف میزنه میگه آقا برو بیرون، به شما چه ربطی داره، من مغازه‌مو دارم چیکار میکنم، دوست داری نگار نکن، دوست نداری با این حال با تمام اینا خیلی درگیر کرده این مسئله. همین دیگه. آخه الان همه چیز رفته توی این مدیا دیگه. الان شما ببینین هر ننه قمری میاد یه لایف میذاره، یه چیزی میکنه، همه کار. من چقدر به من اصرار کردن لایف بذارم، گفتم من این اینستاگرامی، لایف اینستاگرامی نیستم، من تلویزیونی هستم، من پشت دوربین میتونم بشینم صحبت کنم. با این اینستاگرام اصلا دوست ندارم. این اینستاگرام رو 50 نفر نگاه کنن، ولی تلویزیون رو خیلی نگاه میکنن. یعنی به خیلی کمک میکنه. اونایی که اینترنت ندارن، اونایی که اینستاگرام ندارن، اونایی که بودجه ندارن برن سلفون بگیرن برن روی اینستاگرام. ما برای اونا باید کار کنیم، نه برای اونایی که میتونن با اینستاگرام و اینترنت همه جای دنیا رو ببینن چه خبره. میدونید تقاضا میکنم، خواهش میکنم، امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشید. خواهش میکنم، شب خوبی داشته باشید. مرسی. بله اینجوریه جریان اینستاگرام. به این صورته اگر عزیزان علاقه‌مند نیستن، مثلا من یه پست میذارم، یه پست، یه ویدیو که میذارم، مثلا میدی یه ویدیو گذاشتم توی فرودگاه با شلوار کردی و با لباس کردی داشتم میرفتم. این شلوار کردی مشکی که الانم شلوار کردی پام با حقیقتش باشه چون راحته، با این شلوار کردی من میرم خریدم میکنم، کسی نمیگه آقا این چیه پوشیدی. رفتم میخواستم برم یه ایالت دیگه با همون شلوار کردی با ساک و ماکم. یکی بچه‌ها گفت من بهنام صمیمی اینجاست، یه تیکه فیلم از من. گفتم نگیر اصلا فیلم نگیر. اون یه تیکه رو گذاشت، حدود 150,000 تا لایک خورده. ولی یه تیکه‌ای که یه عکس میذارم، عکس مثلا این 400 تا 500 تا لایک میخوره. من نمیدونم فرق این با اون چیه، اون عکس اون شلوار کردیه اون چطوریه نمیدونم. یا مثلا یه برنامه، یه تیکه فیلم زنده ای از توی فرودگاهی که میرم، مثلا هفته گذشته رفتم فرودگاه لاس وگاس، فرودگاه رینو، بذار ببینم چند تا لایک خورده. اینو توی این فرودگاه رینو الان مثلا 10 تا فالو کردن. خیلیه. نکنین بچه‌ها، چشتون میکنن به خدا، این کارا نکنین. آره اینا مثلا توی فرودگاه رینو رفتن 2439 تا نفر نگاش کرده. ولی حالا مثلا یه عکس گذاشتیم، بذار یه عکس من دیروز گذاشتم، همین عکس دیروزو، یه عکس دیروز گذاشتم 556 تا لایک خورده. یه عکس که میذاری اصلا یه عکس دو تا بدنسازای بزرگ دنیا رو گذاشتم، کریکاوس با جی کالدر، حدود 345 تا لایک خورده. تعجب بکنم، من نمیدونم چطوری جریان، من نفهمیدم این چرا بچه‌ها انقدر علاقه‌مند هستن به این فیلم ها. مثلا الان یه فیلم من اینجا یه فیلم دیگه گذاشتم که اون کجا، اون تو مسابقاتم 2600 تا خورده، یه تیکه فقط ویدیوه. یا مثلا بذارید باز یه تیکه دیگه بهتون بگم که چطوریه. مثلا یه تیکه آره مثلا یه ویدیو ما گذاشتیم 4000 تا لایک خورده. یه ویدیو من با خانم سیلویا داشتم، برنامه 4000 تا لایک خورده. یا مثلا این ویدیو 1300 تا لایک خورده، ولی عکس میذاری نمیدونم چطوریه بچه‌ها، چیا رو دوست دارن چیا رو دوست ندارن. خب ما الان پیغام میدن که وقت برنامه تمومه. من اگر عزیزان علاقه‌مند هستن که نمایندگی محصولات، نمایندگی مکملات که فکر نمی کنم علاقه‌مند باشن با شرایط دلاری،
ولی نمایندگی امریکن PFDA من پیشنهاد میکنم که نمایندگیشو بگیرین، به خاطر اینکه لایسنس فیش، شما یه لایسنس فی میدی و اونو نمایندگیشو میگیرین و اون لایسنس فی که میدین با 4 تا 5 تا مدرک میتونین اون لایسنس فی رو درارین. حالا هر جای دنیا هستین، نه شیپینگی میخواد، نه به قول معروف باری میخواد جابجا کنی، نه گمرکی میخواد بره، تمام آنلاین انجام میشه. شما خودتون هم آنلاین کارتون میکنه. یعنی چیزی نیست که یکی بیا جلوتون رو بگیره، یکی بیا مثلا فدراسیونی بیاد جلوتون رو کامپیوترتون رو بگیره بگه نمیتونی شما مثلا نماینده این شرکت آمریکایی باشی. اونجور چیزی نیست. این خیلی راحت و خیلی سریع و خیلی چیز اتفاق میفته. اگر از این علاقمند بودن که نمایندگی امریکن PFDA مدرسه مربیگری رو بگیرن، 2 تا مدرک ماساژ صادر میکنه و مدرک ایروبیک، مدرک TRX، مدرک مربیگری پاور لیفتینگ، مدرک رقص زامبا و مدرک فیتنس و بادی بیلدینگ، مربی فیتنس و بادی بیلدینگ. اگر عزیزان علاقمند بودن میتونن تکست بدن توی همین تلگرام یا اینستاگرام یا واتساپ یا اینستاگرام من یا از واتساپ پیغام بذارن که شرایط نمایندگی من براشون بگم. اگر قرار شد چیز کنن که یه لایسنس هست، لایسنس رو براشون با پست میفرستیم میره دستشون، عکسش هم براشون با کامپیوتر میفرستیم، لایسنس رو قاب میکنن میذارن تو باشگاهشون، تو دفترشون، تو هر جا که هستن. لایسنس فی اینو داره، لایسنسش دارن، میتونن مدرک رو به هر قیمتی که خودشون دلشون خواست بفروشن، چون این دیگه دست اوناست. اونا لایسنس فی دست اوناست، اونا هستن که لایسنس رو میفروشن. اون دیگه حالا میخواد مجانی بده، میخواد 2 برابر بده، میخواد 1 برابر بده، میخواد اصلا پول نگیره، حالا هر کاری میکنه دیگه ایشون نماینده است. برجت این از این. من وقت برنامه ما تموم. اینستاگرام رو فالو کنین، فراموش نکنین پروداکت‌ها رو میتونین نمایندگیش از آقای پوریا، نمایندگی پروداکت‌های DSM و پین تراپی میتونین بگیرین. اگر عزیزان علاقه‌مند بودن میتونن تماس بگیرن با شماره دبی که زیر صفحه هست. ما وقت برنامه‌مون تمومه. من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. برنامه رو من با یه موزیک تموم میکنم. ما حاضریم با یه موزیک براتون بذاریم، با موزیک تموم کنیم، بعد بدیم دست آقای برنامه دیگه اوپنینگز بره و بعداً دیگه تموم شه بره. شما بعد از موزیک دیگه منو نمیبینین. امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا فردا برنامه آینده. روز و روزگار